یک برادر سوال کردند که ما در مغازه پایافزال میفروشیم و گاها مقاسی 37 و 38 مثلا یک جای کرده میمونیم از سبب آنکه دیگر کس خطا گرفته رفته است مثلا. بعد ما میگیریم به همون یک هر دوشم 37 یا 38 میکنیم حالا آنکه آنها 37 و 38 نیست. بعد همین خیلی میفروشیم و خریدار بار اول یعنی نمیفهمد خریده میرد همین کاری ما درست است میگن. البته این کار نادرست است. من غشنا فلیس منا، کسی که ما رو فریب دهد و از امت ما نیست گفتن. عموما فریب دادن اگرچه در دیار کفر باشد هم فریب این صفت مسلمانی نیست. عمومی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و مسلم این است که فإن صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما، اگر خریدار و فروشنده در وقت خریدن و فروختن راست گویند، دروغ نگویند، هر دوشم 37 نگوید حالا که یک تاش 38 یک تاش 37 مثلا، راست گویند و عیب مال را بیان کنند، بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشه. و این کذب، اگر دروغ گویند و کتم، عیب مال را پنهان کنند، این عیب است در مال، این عیب مال اینو باید بیان کرده فروشید. شاید خریداری همین خیلی هم یافت شود که برای او فرق ندارد بین 37 و 38 مثلا. فین صدقا، اگر در وقت خرید و فروش گپی راست گویند و بین عیب مال را بیان کنند، بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشه. بنابراین صفت مسلمان این است که باید در خریداری و فروشندگیش و در همه کارهایش باید راست بگوید و این عمل نادرست است. اولش این که این خنوگ و نظری در عمل است. وقتی که دیگر خریدار اگر 37 و 38 را گران رفته باشد، این هم عیب شما هست که در وقت فروختن اهمیت ندادگی هستید، یعنی در عمل خود با اهمیت جدی نیستید. بنابراین دروغ گفتن، فریب کردن، این کارها نادرست است. الله اعلم.